مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از ابوالقاسم لاهوتی 25 ماه 7 38 ایرپن. رفیق محترم سلام. چند روز بود برای کاری ضروری شخصی به مسکو رفته بودم. حالا برگشت خط شما را دیدم. هم ممنون شدم هم دلتنگ. ممنون از گرفتن خط، دلتنگ از خبری بیماری شما. بیماری شما بیشتر مرا برای بچه هاتان متاثر می کند. آخر حالا آنها در سینه هستند که تربیه و تعلیم شما را مستقیما و هر روزه لازم دارند. این کسالت ها و بدبختی ها وقت شما را می گیرد. انا این تأثیری سخت است. امیدوارم تا رسیدن خط من صحت و سلامت شده باشد. به حد متشکرم از مسئله نلاغ‌های دوره امیر که نوشته بودید. مخصوصا در این حالی کسل عفو کنید دامولا که زحمت دادم. من هم گرفتار معالجه بچه ها هستم. این سال وقتم تماما گم شد. هیچ چیز نوشتن نتوانستم. همین مسئله باعث ضرر و صحتم شد. خلاصه این خط را فقط برای دانستن صحت شما و بچه هاتان می نویسم. خواهشمندم یک دو سطر از سلامت بودنتان بنویسید که خرسند شوم. روز 20 ماه ایول به مسکو می روم. بهتر است که خط را به آدرس مسکو نویسید. با سلام و احترام فراوان، لاهوتی. به خالده عزیزم کمال نوری دیده و لطفیه مهربان سلامی به پایان برسانید. از طرف من و بانو خدمت مادرشان سلام و احترام. لاهوتی. با ابوالقاسم لاهوتی جواب عینی به مکتوب لاهوتی 3 ماه 8 سال 38. رفیق شفیق فاضل محترم لاهوتی، مکتوبی که 25 ایول از اوکراین نوشته بودید رسیده مرا بسیار ممنون کرد. من زیاده متشکرم که شما همیشه در حق من و فرزندانم غمخوری صمیمانه دارید. حالا اجالتا صحتم درست است، لیکن از جریان احوال بدنم معلوم می شود که چنان که در مکتوب پیشتر نوشته بودم این بیماری معدگی قی و اسهال در من مزمن شده است. چنانچه در اپریل گرفت و سختم گرفت، در ماه می گرفت، باز در ایول گرفت. در اولهای ایول بهتر شدم. در 20 ایول گرفته تا 25 دوام کرد، لیکن این بار سستر بود. حالا آرام است و حال آنکه من در پرهیز کمال احتیاط را به کار میبرم. زردالو که امسال در سمرقند خیلی خوب شد هیچ نخوردم. حالا موسم خربوزه است اما من نمیخورم. در طعام همیشه سخاری و فرانسوز که بولکه به کار میبرم. بیشترین آب شوربای مرغ به کار میبرم. جغرات، ماست که بهترین چیز هست برای صحتی من دهقانی کردم، یعنی گاو نگاه داشتم. اگر در این پروگرام ها خلل واقع شود البته تماما خراب می شوم. از روی توصیهتان حالا به همین قدرش را نوشتن قناعت کردم. به رفیقه محترم بانو سلامی صمیمانه رسیده بود. بچگان را یگان یگان می بوسم. بچگانم سلامتند. مادر خالده امسال قصد کورورت دارد. کمیسی طبی به سوچی تعیین کرد. سیوز نویسندگان سویتی ازبکستان متصدی شد که برای 20 اکتبر
از ساچ پوتیوفکا تهیه کند. اگر پوتیوفکا تیار شود و کس هم یافت نشود که به همراه او نماید، احتمال خودم به مسکو برده به پویزد ساچ شینانده برگردم. با سلامی صمیمی رفیقانه، عینی. سمرقند، کوارتل قرغانچه، دام نمر 10، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از ابوالقاسم لاهوتی 25 اوگوست سال 1938. فاضل محترم رفیق عینی، خط آخری شما را در مسکو گرفتم. روز 21 ماه به همه عائله به مسکو برگشتیم. در اینجا رفیق قربانوف خواهش کردند که به استالین آباد رفته چند وقت کمک کنم. بنا شد که با شما بروم اگر خود شما راضی باشید، یعنی برایتان امکانیت داشته باشد. من به او وعده دادم که به سمرقند رفته در صورت امکانیت با رفیق عینی همراه می آییم. در هر حال به خدمت شما آمدن مطابق آرزوی خودی من است. اگر صحتتان اجازت ندهد برفتن، زیارت شما برای من خرسندی است. فقط می خواستم به من بنویسید که چی وقت آمدن بهتر است. مطابق خط شما من گمان کردم که همین روزها با رفیقتان به مسکو، البته به خانه برادرتان می آید. بانو بسیار شاد شده بود که مادر خالده را پس از چند سال باز هم می بیند، اما افسوس که هیچ کس نمی داند که شما آمدید یا نه. در هر حال اگر آمدنی شوید تلگرام فرستید که پیشواز کنم و به خانه ما فرایید. شما در خط خودتان از اراده من نسبت به خود و بچه هاتان اظهار رضایت کرده اید. آخر داملا جان، از آدمهای دنیای کهنه که همه کوچه و پس کوچه این عالم را شخصا دیده و می داند و حالا در زندگی و خدمت به دنیای نو موفقیت پیدا کرده است و شرف اشتراک در ساختمانهای سوسیالیسم به او دادند، فقط ما دوتا تا آخر با شرفانه پیش رفته ایستاده ایم. از ادبیاتچیان و نویسندگان. پس چطور می شود که ما نسبت به یکدیگر بد شویم یا بی ارادت باشیم و این وقت می شود که یکی از ما نسبت به سوسیالیسم ناصمیمی شویم؟ این که برای من ممکن نیست همین عقیده را هم در حق شما دارم. آخر انصاف دهید. برای فهمیدن یک قسمت از حیات کهنه ما باید برای جوانان چند کتاب نویسیم، اما هر نگاه ما به یکدیگر 1000 تومار زندگی گذشته را در پیش چشمانمان باز کرده نشان داده می گذرد. حیات نو را هم در زیر راهبری پارتی لنینی استالینی با یکدیگر طی می کنیم. پس چرا بی ارادت باشیم؟ نه، این جنایت را ما نمی کنیم. این را دنیا پرستان
و منفعت دوستان کنند. ما باید تا آخرین نفس تجربه های گذشته را برای نسل نو به شکل ادبیات نشان دهیم. ما باید به فرزندان دوره سوسیالیسم که بچه های خودمان هم با آنها و مثل آنها بزرگ می شوند صمیمانه خدمت کنیم. اگر هر دو همین طور فکر کنیم پس ارادهتان صادق و کامل است. من حتی با کسی که تماما از ته دل با سوسیالیسم صمیمی بودند، اما اگر علم و قوه ادبی آنها ممکن بود به جامعه شورای منفعت رسد همراهی می کردم و پشیمان هم نیستم. ما میدانیم که دهقانانی با فهم برای پرحاصل کردن کشتزار خود حتی از فضله آدمی و حیوانها استفاده می کنند. این نسبت به کسانی است که چنان که معرفی کردم کاملا و یا اصلا دوست سوسیالیسم نبودند ولی استفاده دادن می توانستند. شما که با اثرهای خود اینقدر خدمتهای صادقانه به خلق سویتی کرده اید سزاوار به ارادگی از طرف طرفداران سویت نیستید. به سلام و ارادت، لاهوتی. امضا. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامش شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری عینی از برای خلق صرف خامش شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت